به نام خدا. سلام، در خدمتتون هستیم با آموزش دلفی بخش توابع. میخوایم اصلا بدونیم که توابع به چه دردی میخورن توی دلفی و اینکه و به چه کارمون میان. توابع اولین کاری که یعنی اولین کمکی که به ما میکنن اینه که ساختار کد و نظم میبخشن و همچنین از نوشتن کدهای تکراری جلوگیری میکنن. یعنی چی از نوشتن کدهای تکراری جلوگیری میکنن؟ یعنی اینکه یه وقت هست شما لازم دارین که یک کد رو چند بار تکرار بکنید. بعد اینجور مواقع دیگه نیاز نیست بیاین کد رو کپی بکنین توی حالا اون قسمت جدیدی که میخواین کارتون رو انجام بدین پیست بکنین. کافیه یه تابع بنویسین و خروجی اون تابع رو استفاده بکنین و برای تمام کاراتون. توابع یا اصطلاحاً تابعمون رو موقعی ازش استفاده میکنیم که نیاز داریم حتما خروجی داشته باشیم، یعنی تابع ما یک خروجی بده و ما از اون استفاده بکنیم. توی دلفی یک اصطلاحاً یک سینتکس کلی داره، یک شکل کلی داره که اول نوشته میشه فانکشن، بعد از اون نام تابع قرار میگیره، داخل پرانتز ورودی های تابع رو بهش پاس میدیم. ورودیمون میتونه اینتیجر باشه، استرینگ باشه، بولین باشه، اصلا ثابت ها رو بهش پاس بدیم و در نهایت یک خروجی داشته باشه. بعد از اون اصطلاحاً متغیرهای محلی داخل تابع رو تعریف میکنیم. یعنی چی متغیرهای محلی داخل تابع؟ یعنی اینکه داخل تابعمون نیاز هست یک متغیر بگیریم. در این صورت میایم از کلمه کلیدی ور استفاده میکنیم، متغیرهامون رو مینویسیم، نوعشون رو مشخص میکنیم و در نهایت بیگین و کدی که قرار این کاری که قرار این تابع انجام بده رو در قسمت بیگین و اند می‌نویسیم. من یک مثال نوشتم برای تابع که گفتم که تابعی بنویسید که 2 عدد صحیح را از ورودی گرفته و جمع آنها را در خروجی نمایش دهد. خب این مشخصه. اولین چیزی که سوال از من خواسته تابع بنویسم. از کلمه کلیدی فانکشن استفاده میکنم، بعد از اون اسپیس میزنم، اسم تابعم رو میدم. سوال گفته که 2 عدد صحیح را از ورودی گرفته، پس 2 عدد صحیح متغیر، 2 تا متغیر از جنس اینتیجر بهش پاس میدم و جمع اونها رو هم، خب جمع 2 عدد صحیح قطعا یک عدد صحیح هستش دیگه، خروجیش رو هم اینتیجر میدم. بین بلاک بیگین و اند می نویسم. اول می نویسم ریزالت یعنی خروجی تابع، مقدار خروجی تابع برابر با A به اضافه B، یعنی 2 تا متغیری که به عنوان ورودی بهش پاس دادم. حالا میریم که یک مثال رو در اصطلاحاً داخل خود محیط دلفی انجام بدیم و بیشتر از تابعیات بگیم. وارد محیط فایل میشم، وارد منوی فایل میشم، گزینه نیو و در نهایت VCL فرم اپلیکیشن رو میزنم. یک پروژه بچه‌ها برای من ایجاد میکنم. داخل این پروژه میخوام خب خروجیم رو نمایش بدم. یک عدد ادیت باکس از این کپی میگیرم، کنترل سی، کنترل وی، کنترل وی، لیبل قرار میدم،
کنترل سی وی. به همین شکل مقادیر داخل این ادیت ها رو خالی میکنم، تکستشون رو. در نهایت یک باتن روی فرم برم. من طبق سوالی که داشتم این ورودی ها رو بگیرم، یعنی به کاربرم بگم تو ادیت اولی یک مقدار وارد کن، تو ادیت دوم یک مقدار دیگه، و در ادیت سوم جمع این دو رو نمایش بده. عدد اول عدد دوم. بچه با کلید F11 میتونید وارد بخش پراپرتی کامپوننتاتون بشید و نتیجه کپشن این دکمه رو هم میگذارم محاسب. خب حالا من میخوام چیکار بکنم؟ تازه شروع کنم کد نویسی تابم. اگر یادتون باشه گفته بودم توی این قسمت پرایوت دسترسی متغیرها، توابع، پروسیجرها به صورت خصوصی برای این فرم خواهد بود توی قسمت پرایوت. توی قسمت پابلیک اونهایی که به این کلاس دسترسی دارن به این توابع نیز دسترسی دارن. و در قسمت بیگین متغیرهایی که تعریف میشن یا فانکشن هایی که تعریف میشن فقط به اون کامپوننت اصطلاحاً دسترسی دارن، یعنی اون کامپوننت فقط میبیندش. من میخوام فانکشنی که می نویسم رو خود کامپوننت هم در اصطلاحاً بهش دسترسی داشته باشه. کنترل بعدی، کامپوننت بعدی که روی فرم قرار داده شد این رو نتونه ببینه. میام یعنی داخل دوگمه بعد از پروسیجرش یک اینتر میزنم، فانکشن همون کدش رو همینجا می نویسم. یعنی میگم فانکشن اسم تابم، ورودی ها A و B دو نقطه کنترل شیفت اینتیجر، ریزالتش هم خروجیش هم اینتیجر کامل و بیگین اند. داخل بلاک تابم می نویسم ریزالت دو نقطه مساوی A به اضافه B کامل. این تا اینجا. حالا میخواستم چیکار بکنم؟ در ادیت سومم جمع این دوتا ورودی رو نمایش بدم. میام داخل بلاک دوگمه می نویسم ادیت 3 نقطه تکست دو نقطه برابر است با اسم فانکشن هم میگم. فانکشن هم چی بود اسمش؟ سام. فانکشن سام. فانکشن سام من ورودی اولش میشه str to int edit یک نقطه تکست و str to int edit دو نقطه تکست و در نهایت کاملات. کامپایل که میگیرم به من خطا میده. خطایی که اینجا یادداشت کرده میگه که incompatible types string and integer. میگه که خروجی تابع شما اینتیجر هست
من نمیتونم این رو به استرینگ تبدیلش بکنم، یعنی ورودی مقدار تکست پراپرتی تکست ادیتم استرینگه و خروجی تابعم اینتیجره. چی کار باید بکنم؟ میام از تابع int to str استفاده میکنم و در نهایت پروژم رو رانش میکنم. خب نرم افزار اومدش بالا، میگم 3 مقدار دوم 2 محاسبه، خروجی 5 رو به من نمایش میده. این نحوه نوشتن یک تابع در سطح یک کنترل، یک کامپوننت بود. مثال بعدی که میخوام بهتون بگم نوشتن یک تابع در سطح پرایوت فرم هست، یعنی تمام کنترل ها بهش دسترسی داشته باشن. میام فایل نیو VCL فرم اپلیکیشن، اینو نمیخوام سیوش بکنم. خب میگم که یک عدد از ورودی بگیره، از یک عدد بین 0 تا 10 از ورودی بگیره و توی خروجی و در خروجی بیا چه کار بکنه؟ این رو به صورت حروف نمایش بده. این رو کپشنش رو بذارم عدد و این رو کپشنش رو میذارم حروف. مقدار تکست این دو رو هم خالی میکنم و در نهایت یک دکمه روی فرم قرار میدم به این شکل، داخلش هم مینویسم محاسب. میخوام فانکشنی در سطح پرایوت فرمم بنویسم که وقتی که عدد رو وارد میکنم بین 0 تا 10 این رو بررسی کنه و برای من حروفش رو برگرد. میام وارد بخش کد نرم افزارم میشم، کلید F12 رو میزنم، توی بخش پرایوت فرمم شروع میکنم چیکار کنم؟ فانکشنم رو نوشتم، میگم فانکشن number to string. خب گفتم چیکار کنه؟ یک عدد رو از ورودی بگیره. این عدد من میتونه عدد صحیح باشه یا اصلا میتونه رشته‌ای باشه که کاربر داخل ادیتش وارد کرده باشه. من عدد صحیح میگم آ دو نقطه اینتیجر، خروجیش باشه استرینگ. بعد از اینکه این رو نوشتم به کمک دکمه های کنترل شیفت سی یک بار دیگه این تابع رو داخل فرمم آمادش میکنم برای نوشتن کدش. گفتیم چی؟ گفتیم از 0 تا 100. پس میام میگم که کیس، میتونم با ایف هم این رو بنویسم ولی کیس به من کمک میکنه که دستوراتم کوتاه تر بشه. A of 0 بود 2 نقطه ریزالت بشه 0. یک بود 2 نقطه ریزالت
2 نقطه مساوی 1 و همینطور 2 بود 2 نقطه ریزالت من بشه 3 2 نقطه ریزالت من بشه 3 و همینطور الی آخر. سه 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 5 من کو 5 4. خب این تابع من آماده است. کار بعدی که باید بکنم باید F12 رو بزنم، برگردم تو دیزاینم. اصطلاحاً از اینجا میتونم استفاده کنم، کد و دیزاین. روی دکمه‌ام دابل کلیک بکنم، بگم ادیت 2 من نقطه تکستش 2 نقطه مساوی نامبر تو استرینگ بشه، str تو اینت بشه، چون مقدار ادیت 1 من مقدار تکستش رشته است دیگه، باید به عدد تبدیلش کنم و کامل. اجراش رو میگیرم، 5 رو پاس میدم، نویسه 5، 10 رو پاس میدم، 10 و 0 و به راحتی تونستم در سطح پرایوت فرمم یک فانکشن بنویسم و توی تمام کنترلایی که داخل این فرم هست ازش استفاده کنم. برای نوشتن فانکشن در سطح پابلیک فرمتون کافی این کد رو بردارین و داخل پابلیک کپیش کنین. اجرا میشه، ولی خب فرمای دیگه ای که به این فرم دسترسی دارند میتونن از این فانکشن ببینن این فانکشن رو و ازش استفاده کنن. این هم درس فانکشن نویسی در دلفی بود. امیدوارم که موفق باشید.